ولا جناب بکی یعنی که وقتی چینل آدم حذف میشه آدم مجبور میشه که یک تجدید نظری سرسری در زندگی خود بیاره. گفتیم شاید اگر این دفعه با قیافه نو بیاییم امی بختی ما هم نو شوه. یعنی آدم خانه لکه تو به خاطر چینل لونگی خود کشیده، ریش خود زده، ایمان خود پروخته. مسلمانان خدا دپاره چیکار میکنی؟ بله سلام علیکم. آدم خان هستم، امیدوارستم که خوب باشین، بر کجای دنیا که هستین دوستای نهایت عزیز. بازم آمدیم، البته خود شما میبینین که کم شکل و شمایل خود آواز کردیم. نه اشتباه نکنین، ما خودش هستیم، ما نه بچکاکایش هستیم، نه برادرش هستیم، نه کپیش هستیم، خودی هستش هستیم، خودی نایابش، خودی کامیابش. خب ما چکار میکنیم امروز آمدیم که درباره بسته شدن چینل خود با شما یکمی گپ بزنیم و اینکه چرا چینل ما بسته شد. کاش ولا جنابی بقیه می بود ولی افسوس که نیست. تنهاش گرفتیم پیدا شد. استغفر الله نعوذ بالله. آدم خانه لکه تو چی جور کردی خدا؟ ای تو هستی یا نطاق تلویزیونای بغیرت خارجی؟ نه جنابی بقیه حرام باش کلم این اسوار خود قرد نکنیم. خود صدی خود ای بسکوال ما برای توضیح میتون. آدم خانه لکه بسیار بدست. یعنی امروز تو فهمیدی لونگی نزده، اینجا سرلوچ ششته، سبا حتما میخوایی که دریشی بپوشی، دیگه سبا میخوایی که نکتایی بزنی، یک هفته بعدم حتما میگی که هلو مای پرنس ویلکم تو مای شو. میطوری معنی آدم کم نرم آب میشه. جنابی بقیه تو هم چیز به ایمان رفت ندی دیگه. علی هزاران انسان دمی کره زمین لونگی نمیزنه، اونا ایمان نداره تو میگی؟ بله آدم خانه لکه تو نه تنها لونگی نزده بلکه ریش خودم بیخی از بیخ ماشین کده. یعنی می خودش غرب زدگی است، یعنی تزلزل در ایمانی تو ایجاد شده. حتما سبا میری کپشپ و دیگه سبا میگی که آزادی انتخاب. جنابی بقیه خواهش میکنیم بفرمایین بشینین که دو تای من مثل دو تا آدم گپ بزنیم. تو در کجا هستی؟ جنابی بقیه خواهش میکنیم من پای خودم پایان کنین از شرمیز. آدم خانه لکه می تو خوب است، یعنی می تو من راحت هستیم، یعنی میز خوب صاف کده ما پای خودم میدیم بمانیم. یعنی برای ما بگو که چرا لونگی خود نزده و ریش خود زده. ولی جنابی بقیه داستان ازی قرار است که گفتیم یکم احتیاط کنیم. یعنی وقتی دنیا روی چپا میشه تو هم یکم کیاپیت آواز میکنی که شاید می بلا دیگه دنبالت نیایا. یعنی چی بلا دنبالت نیایا؟ ولی جنابی بقیه یعنی که وقتی چینل آدم حذف میشه آدم مجبور میشه که یک تجدید نظری سرسری در زندگی خود بیاره. گفتیم شاید اگر این دفعه با قیافه نو بیاییم امی بختی ما هم نو شوه. یعنی آدم خانه لکه تو به خاطر چینل لونگی خود کشیده، ریش خود زده، ایمان خود پروخته. ولی جنابی بقیه چینل برای تو تنها یک چینل بود، اما برای ما یعنی آبرو بود، داد و فریاد بود، تحلیل بود، داشتنامه مردم بود، امید به زندگی بود. یک روز صبح بس خواب بیدار میشی میبینی که نه چینل است نه ارشیو است نه زحمتایی که شب تا صبح کشیده بودیم. حالا آدم یا دیوانه میشه یا شاعر میشه یا ظاهر خود تغییر میده. ما فعلا به میگوزینه سیوم رفتیم. نه آدم خانه لکه او چیزای شما نمیفهمیم ولی نمی ظاهر تو بسیار مشکوک است. ولی ما از دور فکر کردیم که کدام کارشناسی روابط بین الملل نمیجی فهمیدی ششتا. ولی جنابی بقیه تشکر میکنیم، اینمی اولین تعریف مفید در زندگیت بود. آدم خانه لکه ما از قیافیت و ظاهر تعریف نمیکنیم، ما میخوایم که به تو توهین کنیم. خیلی ببخشید معذرت میخوایم. تو قبلا از خودت بوی استودیو نمیدادی، بوی قمنده میدادی، بوی فهمیدی شلاق زدن و بوی کیبل زدن میدادی. حالا مثل یک نفر شده که میخواه برنامه تحلیل ویژه اجرا کنه. بله جنابی بقیه یعنی میره ما میخوایم دیگه. قبلا هرچی میگفتیم مردم میگفتن یعنی می طالب آمده قصه میکنه. گفتیم این دفعه بیاییم بدون لونگی شاید دو نفر فکر کنه که ما هم آدمی فهمیده هستیم. آدم خانه لکه یعنی تو یک گپ است که تو اگه 1000 بار لونگی را پس کنی از طرز گپ زدنت معلوم است که بعضم آدم خان هستی. علی امیر چیکار میکنی؟ بله جنابی بخیر اوش دیگه نمیشه کارش کرد. بسیار خوب است، خدا رو شکر است. آدم باید اصول خود ثابت باشه. خو علی بگو برای ما کمی تغییر قیافه از روی درد است یا از روی پروژه؟ ولی جنابی بخیر یک حقیقت بگوییم اینمی از هر دویش است، هم شکست است و هم نمایش.
ما مردمی منطقه اگه گریه هم کنیم آخرش باید طوری گریه کنیم که 2 نفر بخنده، چون اگه فقط تنها گریه کنیم هیچ کس حوصله نمیکنه. اما اگر زخم را به شوخی بگیریم شاید یک نفر گوش بده. آدم خانه لکه تو میخوای که از بچینالی تم یک محتوا جور کنی؟ بله جناب بقی، وقتی که از بدبختی های دنیا، از بدبختی های مردم، از بدبختی های کشور ما محتوا جور میکنیم، چرا از بدبختی خودی ما جور نکنیم؟ امی چینالی ما را خوب بردن، اما زبان را که بردن نمیتونه، ارشیو را پاک کردن، اما آدم خان را که پاک کردن نمیتونه. راست میگیم، امی گابیت خوبش بود. آدم خان لکه ما تشویش دارم، امی مردم چی فکر کنم؟ امی مردم اتمن میگه که آدم خان نرم شده. بله جناب بخیر، ولی به می دلیل است که ما میخواهیم کم کم امی شکل و شمایل خود عوض کنیم تا کم منطقی به نظر برسیم، تا کم به امی افکار درونی ما جور در بیاید، امی ظاهر ما. آدم خان لکه تویر برای ما بگو که تو بعضا مو آدم خان استی یا نه، یا کلان بدل شده؟ بله جناب بخیر، ما 100% مو آدم خان استیم، به همان زبان، به همان زخم، به همان نیش، فقط این دفعه بسته‌بندی ما کم بدل شده. چون دی برنامه گای برای زنده ماندن باید امر پی نو زد، هم قیافه نو از خودت آورد. آدم خان لکه ای تو که پیش بیری اتمن سبا دریشی هم میپوشی دیگه. نه جناب بخیر عجله نکن، مرحله به مرحله سقوط میکنیم. استغفر الله چی میگی آدم خان لکه؟ چرا سقوط میکنیم؟ نه جناب بخیر شوخی کردیم، اما یک روز دیدی که ما دریشی زدیم و اینجا ظاهر شدیم، بعضم وحشت نکن، ما اگر لباس ما عوض شود الزاما فروخته نشدیم. بعضی ها لنگی میپوشه ولی از فرق سر تا ناخون فروخته شده است، بعضی ها نکتایی میزنه، اما صد تاملا بیشتر غیرت داره. نه آدم خان لکه اینی گپت بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. اینی گپار نزنی که باز گپ خراب میشه. نه جناب بخیر گپ از اول خراب بود، تو دیر میفهمی ما چیکار کنیم. خان لکه خواهی بگو برای ما اگه می چینالی تو جور شو بازم تو لنگی خود میزنی یا نه؟ ولی جناب بخیر بستگی به اوضاع داره، اگر اوضاع خوب شود شاید لنگی هم بزنیم، شاید کلاه هم بمانیم، شاید ریش خودم بمانیم، اما مهم اینمی است که این دفعه مردم باید بدانه آدم خان اگر از دروازه بیرون شود از کلکین برمیگرده، اگر چینل را ببنده از میز خبری سر میکشه، اگر صدای ما را خفه کنه با قیافه نو دوباره پیدا میشیم. چیکار کنیم دیگه؟ نه ولی آدم خان لکه نمیفهمیم چی بگیم. علی گومش که برای ما بگو که کدام ماموریت میریم نمیریم، کدام شهرگردی، کدام نمیفهمم بازرسی میریم یا نه؟ بله جناب بخیر، آدم خان باشه و ماموریت نداشته باشه یه خون نمیشه، امکان نداره، حتما میریم، حتما به شهرگردی میریم، به ماموریت میریم، به جاهای مختلف سر میزنیم، این خو وظیفه ماست. نه آدم خان لکه خو چرا نمیریم دمی روزه؟ ولی جناب بقیه یعنی تو گپ است که فعلا همی مسئله ایران و امریکا سر زبانهای مردم است، تمام رسانه‌های دنیا رو به خودش توجهش جلب کرده و اختصاص داده، به می خاطر دیگه مسائل دیگه فعلا تحت شعاع اعظمی قرار گرفته. اینمی اگر کم پروکش کنه بعضم انشالله به مسائل دیگه میپردازیم، حتما میریم، حتما این کار انجام میدیم. بله تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز، ما آمده بودیم که با شما گپ بزنیم، اما جناب بقیه از ما اینترویوی مفصل گرفت. خب تشکر میکنیم از حوصله‌مندی شما دوستان نهایت عزیز، همان طوری که همه شما میدانین چینل ما فعلا از یوتیوب حذف شده است و دلیلش هم اینمی بوده که ما از تایتل و یا تامنیل های استفاده کردیم که مقررات یوتیوب را نقض کرده است. خب به هر حال شبکه اجتماعی قوانین خاص خودش داره، ولی به هر حال ما ریسک گرفتیم ولی به احتیاطی کردیم، از اولم خود ما میفهمیدیم که احتمال این کار وجود داره، ولی بعضم شما تشکر میکنیم، آدم خان هست، آدم خان زنده است. ما اگر موتی که گفتیم اگر از دروازه ما را بندازه بیرون ما از کلکین وارد میشیم. بعضم تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزا. اینمی چینل جدید ماست، اینمی را فعلا فالو کنین و در فیسبوک حتما فیسبوک حفیظ افضلی سازنده انیمیشن آدم خان را دنبال کنین. اگر کدام اتفاقی برای کانالای ما بیفته ما از طریق فیسبوک برای شما اطلاع میدیم و همچنان تیک تاک ما به نام حفیظ افضلی میباشه که ما لینک همهشان را اینجا میمانیم. تشکر میکنیم از تک تک شما، دستی همه شما را میپشاریم، انشالله در آینده بازم به خدمتتان هستیم. تشکر میکنیم، فعلا روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان. شکایتنا البلیغی های چی خلده گما
چاته وژاړم سترګې پورته که راګوره چې به یې